بر ملت شریف ایران. من کمال عبدالرزاده هستم. در تاریخ 6/7/1401 دستگیر شدم و به مدت 40 روز در انفرادی و با جورهای متعدد به زندان تهران بزرگ منتقل شدم و در 26 آذر با قید وثیقه آزاد شدم و در دادگاه اول به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شدم و در اعتراض و در دادگاه تجدید نظر که پریروز همون حکم تایید شده و بدون هیچ تخفیف و بخششی همون حکم رو تایید کردن. من این بوده که تو این کشور هر طور نگاه میکنیم به خواسته‌های مردم توجه نمیشه و همه جوونا در این شرایط همه ناراضی هستند و خواسته ما این بوده که فقط توجه بشه به این خواسته ها و مشکلات مردم. امیدوارم که حمایت های مردم از من دریغ نشه و ممنون از کسایی که تو مدتی که من در انفرادی و حبس بودم حمایت کردن. امیدوارم که همه زندانیای عزیز و کسایی که در حبس هستن به آغوش خانواده‌شون برگردن.